طلبی برادرای بیزن عشق مرا یک جورا مصلحت میتم ترا خواهی بای با چشیدن با من رسیه برا نبودم یک بهروزی نداشتم رزق روزی پیشی کار بود سیاه تا رفتنی رسیه علم و عملم کردن قریب کسالم کردن اخیر رفتم راهی دور چشم دشمن شوه کور استوریا زندگی در رسیه راست و دروغ گفتم دلی ارز سیافتم در خانه خزاین جای خوب شیده تاین سپس مردی کاریه نیسته وقتی سرخوری $500 سیفی پول در تگی سر آچمه کردم خبر ساز کنه خانه و در در یک سال آدم شیدم از کوچه ها جمع شیدم از جوری کاری سخته خدرنگی وندم شیدم در ککنده عروس یافتم سربنده نصیب و شم خرمه یک تماشینی لده یک روز کردم تلفن گفتم او چایی جان با طاقت دلگیر شدم یعنی مزنگیر شدم گفت ما تیاریم ای حالت خبر داریم با دختری خالت ای نصیب خواستگاری میریم یکی کدوم اندیشه نمیگیرم بخیشه آچه بگی ای قشلاق یک تا دختری پیشه عروس یافتن خاکی دلار بختن توی گذشت در رستوران نام به نامی رسیان شکر بای بچه شیدم صاحبی ده چشیدم بعد یک سال جور جانه اتایی بچه شیدم خانه آباد پدر مادرم شد خلق تاجیک زنده بود رسیه پاینده بود شکرانه خانه آبادی پدر مادرم شد خلق تاجیک زنده بود رسیه پاینده